خب تقریبا 5 ساعت گذشت. همونطور که میبینید ماسک به طور کامل جذب پوستم شده و رنگش رفته. حالا بریم ماسک رو برداریم ببینیم اون زیر چه خبره. خیلی ذوقشو دارم ببینم این زیر چه خبره. عالی. لطافت فوق العاده. پوستم نرم شده. خب اینم از تست ماسک بایودنس مدل کلاژن که از این به این تبدیل شد. با اینکه من مدل کلاژنش رو استفاده کرده بودم ولی آبرسانی فوق العاده بالایی داشت این مدل و اینکه خاصیت ارتجاعی و کشسانی پوستم هم خیلی بیشتر شد. منافذ باز پوستم توی سری از قسمت‌ها کاملا بسته شده و قسمت‌هایی که منافذ شدیدتر و بازتری داشتم تا حد خیلی زیادی منافذم رو جمع کرده. کسایی که پوستای خیلی خشک و دهیدراته‌ای دارن میتونن از مدل هیالورونیکش استفاده کنن که تخصصی روی آبرسانی پوستتون کار میکنه. ماسک بایودنس مدل اصلش اگر استفاده بشه حتما باید از رنگ سفید به رنگ شیشه‌ای در بیاد و کاملا مواد ماسک بره توی خرد پوستتون و جذب پوستتون بشه. این یکی از راههای تشخیص اصل و فیک ماسک کلاژنه. و اینکه کلا محصولات کره احتیاج به تبلیغ و تعریف ندارن. میتونم بگم چشم بسته و با خیال راحت میتونین تهیه کنین و استفاده کنین اگر پوستتون براتون مهمه.